بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. آقا امروز اومدیم نمایشگاه بین‌المللی. اینجا از جی کلاس داریم تا نیسان‌های مدل بالا. پس تا انتهای ویدیو با من باشید. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب بذارید. دمتون گرم. بریم ببینیم. ورودی نمایشگاه همونجوری که می‌بینید مشهد ایکسپو. آقا همین ورودی ببین چه هلویی اینجاست. بیایم بریم با هم دیگه ببینیم این پورشه نمیدونم 911 918 اسپایدری همچین اسمی داره مدلش هم، و مثل اینکه این مدل دستسازه توسط ایرانیا و واقعا مدل خفنیه. دم مهندساش گرم. واقعا ایرانیا اگه امکانات داشته باشن میترکونن. ببینید خدایی چقدر تمیز در آورده. پورشه اینو پشماش میریزه. ببین چی اینجاست، جی کلاس کیت باراباس. حالا جالبش اینه پلاک ملیه. من پشمام از این ریخته. مگه این که این پلاک ملی شد؟ حالا نمایشی پلاک ملیشو زدن یا نه من نمیدونم، ولی ببینیم جلوش چه رینگای سکسی داره. آقا بریم جلوش رو ببینیم. اوف شیت، اصلا اباحت از این ماشین میباره. کنار این ماشین ها همه خالی، همه جذب این جی کلاس جذاب شدن. وای بریم ببینیم توشو میتونیم ببینیم. کیت باراباس اکثرا توش تو دوزی تقریبا قهوه‌ای سوخته داره، ولی توشو نمیتونید ببینید. سلام. آقا اینجا ماشینای دیگه هم کنارش هست. اینا که برندشو نمیدونم چیه، از این چینیای تازه وارد فکر کنم. تویوتا هایلوکس های جدید رو اینجا داریم. اینا رو زیاد مد نظرمون نیست، ولی اینجا یه چیز جذاب داریم. نیسانای نیو، ولی اکثر اینا مدلای فکر کنم لو آپشنش هستن، ولی همین لو آپشنش رو نگاه کنید خدایی خیلی جذابه. ای پاور هیبرید. آقا بنازم چی بهتر از این. آقا بریم توی نمایشگاه ببینیم چطوریه. با ما همراه باشید. یا این بریم این تو قرار خیلی حال کنیم. این تو قرار عشق کنیم. باز شو. اوف اپتیما رو جان. آقا اینجا هونچی و اوف ماشینا رو اینجا. آقا بیاین این اپتیمای جذاب. چراغای جلو چقدر سکسی، شبیه رعد و برقه. بیاین بریم پشتش رو ببینیم. پشت جذابش رو ببینیم. چقدر جذاب. بچه‌ها خدایی خیلی سکسیه. بریم ببینیم آقا توش میتونیم بشینیم. واو وای بر من. ببینیم اجازه داخل نشستن داریم. ببخشید آقا بریم. وای آقا ماشینو در بده من 2023 یا 24. چقدر جذاب. این دندش مثل اینکه اینجوری میچرخه. علاوه بر این که اینجا دنده داره، اتومات میتونی اینجا دسته بذاری، رو حالت دستی بذاری اینجوری بزنی یه کیت مسابقه‌ای بهت بده. فرمونش کلا آپشناش این قسمت مانیتورش خلاصه میشه. خیلی جذابه. خب بریم برای ماشین بعدی. Let's go. اینجا ماشین دیگه کیا رو داریم. اسمشون نزده. چرا اینجا زده؟ سلتوس. نسخه سلتوسه. بریم توی سلتوس جون بشینیم ببینیم سلتوس بهتر بود یا اپتیما. هیچی که اپتیما نمیشه، ولی خب این توش خشکه. او دنده خلبانی داره. این هم مثل اپتیما نه، دنده پشت فرمونی نداره حالت مسابقه‌ای بده، ولی فرمونش نرم خوش فرم. این هم مثل اپتیما دیگه همش اومده توی مانیتور و اینجا هم فقط یه سری آپشنای گرم کنه صندلی و کولر و اینا داره.
خیلی جذاب خیلی جذاب. سلام آقا، بریم الان ماشین بعدی. لیتس گو بریم ببینیم دیگه چی توی نمایشگاه خوبه. این اسپورتیج جدید فکر کنم مدل 2023 و 2024 و ایناست. اینم تصویرش اینجا. خیلی اینا دیگه توی خارج زیاده، داره توی ایران هم خدا رو شکر میاد. چراغ جلوش رنگش چقدر قشنگه بهش میاد. آقا نظرتون رو بگید دیگه، بین خوشگله کدوم شما از بین این سه تا؟ اون سلتوس بود فکر کنم، این اسپورتیج بود، این اسپورتیج بود، اونم اپتیما. از این سه تا کدومشون به نظر شما توی این نمایش خوشگل‌تر بود؟ نظراتتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. بریم آقا ماشین بعدی. آره فکر کنم این رنوه، اینجا مارکشو کندن. آره دیگه رنوه، این مارکشو کندن. مثلا این چیه؟ چه گولاخیه؟ مارکش نور میده پشمام. ویاه اسمش ویاهه. این چینی ها چی کار دارن میکنن؟ آقا خیلی ویاه جون خوشگله. بریم ببینیم آقا تو چطوریه. بس نمیاد بیرون. چجوری بستیش؟ چرا نمیاد؟ نه وایسا قفل شده. ایرانیه چند سال از آپشنای بروز عقبن. آقا بریم برای ماشین بعدی. نمایندگی ام جی رو داریم، ماشینای سکسی چینی. آقا اینا چه خوشگلن. من این ماشین اونجا دیدم، بذارید به شما هم نشون بدم. واقعا این ماشین خیلی جذابه، شبیه فراری و ایناست. آقا بیاین این ببینید فقط ماشین و آجی شبیه نیت فور اسپید سایبرسه. دو در کروکه. آقا ام جی هم طراحاش رو دوست دارم خدایی. آقا زیبایی ماشین ام جی واقعا تو چینی‌ها یه چیز دیگه است. بریم برای بعدی. لیتس گو. ماشینای کمپر رو اینجا داریم. آقا من عشق این ماشینا رو بزنید تو جاده چالوس با اینا. فقط این که توش یخچال و دستشویی و همه چی داره، ولی اینو نگاه. خوراکت PS5 پرو که تازه اومد بذاری، فقط بشینی بازی کنی. صندلی ها رو ناموسن نگاه کن. اوف. این یکی هم که حالت کمپینگش از اون بیشتره، اون بیشتر لوکسه ولی این بیشتر مسافرت. هم قسمت دیگه ای از ماشین های چینی رو داریم. بابا اینا اصلا اسماشون انقدر سخته، من نمیدونم اینا رو واقعا باید چی صدا کرد، ولی خیلی خوشگله. خانم اسم این ماشین چی؟ اشکودا. اشکودا. چه اسمایی؟ اشکودا آقا. اشکودا جون. ماشینای چینی. آقا من این به دلم نشست. تو این به دلت نشست. مشکل نیست یاد نسبت به اینا. خدایی توی این نمایشگاه من دارم عشق میکنم، مخصوصا با اون کیا اپتیما، اون جی کلاس اون اول خیلی جذابن. اون اینجا رو ببینید. این نیسانه؟ بیایم بچه ببینیم این چه ماشینی او نیسان سیلفی. نیسان سیلفی. بریم توش. بریم توش ببینیم چطوریه نیسان سیلفی. فرمون همونجور دندش اینجا. اویاجی مانیتور، تمام آپشناشون توه و یه ساندروف خیلی کوچیک بالا سقف. بریم ماشین بعدی آقا.
لیتس گو بریم ماشین بعدی. فیدیلیتی لاماری دیدم، رنگش چقدر خوشگله. پرسیدم گفتم رنگش پرقاضی کله قاضی همچین رنگی آقا بیاین شما. آقا این رنگش خدایی خیلی تمیزه، خیلی تمیزه این رنگ. واقعا بین لاماریایی که دیدم مثلا این الان لاماری یه رنگش حالت نارنجی داره یه رنگش، ولی این لامصب چه رنگ خوشگلی داره خدایی. ناموسن سابسکرایب کن، 1 سال دیگه بیام این لاماری کله قاضی پره قاضی هرچی هست بخرم. لاماری تعریف کردیم، این لاماری این دیگه واقعا لای ماره با این رنگش، رنگ زیتونی مات. این رینگش هم انگار مال مثلا کوهنوردی اینا، یه جوری حالت کمپر. آره اینا لاماری کمپریه. وسایل هم بالا گذاشتن. آخه کی با ماشین چینی میره کم؟ چینی واقعا میره کم. دیدشه که خیلی زیاد دیدیم، ولی خدایی لاماری ماشین خوشگلیه. یا نمایندگی اون چی ماشینو برو. آقا شما موافق این طراحی از معماری هستید؟ از معماری ماشین ببینید شما این طراحی معماری رو بیشتر پسند میکنید یا مثلا ماشینای بنز و بی ام و قبلی؟ ولی خب قابل مقایسه نیست، ولی چینی‌ها خوب پیشرفت کردن. با اینکه ما هنوز داریم اون پرشه قبل تولید میکنیم، ولی چینی‌ها خیلی خوب پیشرفت کردن. بیا اینجا ماشینی که خیلی سر صداش شد اومده، ماشینی که واقعا توی ایران خیلی سر صداش، حتی تو چین بهش میگن رولز رویز چینی. بیاین جلوشو با هم دیگه ببینیم، واقعا زیباست این ماشین، واقعا زیباه. فول آپشن هم از H5 هونچی، واقعا این ماشین زیباه. ببینیم توش هم ببینیم. Let's go. بریم توی هونچی رو ببینیم. واه. آقا یه دونه صفحه نمایش تسلایی داره. قشنگ اینه که معلومه چینی ها همشون اسکی هن. این هم از تسلا اسکی رفته. یک دونه دنده حالت خلبانی داره. اینجا هم که برای نوشیدنی. قسمت شارژ گوشیشو نمیدونم کجاه، ولی کجاست؟ پشت مانیتور. اون زیر مثل این که قسمت شارژ گوشیه. اینجا این ناحیه قسمت شارژ گوشیه. اینجا هم که حالت همون صندوقشه و واقعا قشنگه، واقعا فرمون زیبا، همه چیز زیبای، واقعا پیشرفت کردن. مثلا پشمای من ریخته بابا، چی ماشینایی اینا رو کجا میاره این معماراشون؟ کاش ما هم الان 30 ساله داریم پرشا اینا تولید میکنیم، ما هم کاش از اینا تولید میکردیم. باش بالا چینی هم نشدیم. غرفه سایپای توی نمایشگاه که من حقیقتا رفتم توش دیدم چیز جذابی واسه محتوا گرفتن نداره. ماشینایی که تمامو دیدیم تو خیابون دیگه. حالا چند تاش رو میخوام اینجا براتون بذارم. مثلا این ماشین رویو، همین شاهین و اطلس و این سیتروئنای جدید، همین. یعنی غیر از اینا هیچ چیز واسه ارائه دادن نه. بچه‌ها بیاین بندازین. بچه این چیه؟ بذار من 100 برابر زوم کنم. وا این چیه؟ خدا چقدر این چیه؟ حقیقتا دلم نیامد از این جیکلامانه اینجا خداحافظی کنم، ولی مثلش این که باید ترکت کنم. جیکلاس کیت باراواز این تو خارجش هم نیست. بچه ها دمتون گرم که تو اینجا ویدیو را بودید و با من همراه بودید. بچه ها نظرتون رو بنویسید نمایش‌ها چطور بود. ولی اون نمایش قسمت سایپای ماشین ایرانیای سایپا با سیتروئن و اینا اضافه کرده که من حقیقتا دیگه رفتم دیدم برای محتوا زیاد جالب نیست. در نتیجه این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظرتون رو بنویسید، بگید چه ماشینایی اینجا به نظر شما خوب بود، پسندیدید نپسندیدید. حتما نظرتون رو برای من بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا